سلام دوستای عزیز. امید که جور باشین، در گوشه و کنار دنیا که هستین خوش و خوب و در عافیت قرار داشته باشین. بعد از بسیار وقتا با شما هستیم، بسیار پشت همتان دق شدیم. سلام، خدا کنه همگی هر جای هستین جور بخیر باشین. اما که در ویدیو قبلی گفتیم ما دیگه تیار شدیم. امروز میخوایم یک جای برم. اول میخوایم براتون ایره کم ذره بگویم که ما کجا میخوایم برم و چی کار دارم. مادر جان، اما که مادر جان گفت زیاد دیر بعد هم از ویدیو میگیریم، اما خب خیر است دیگه، همی که ویدیو میگیریم همیش خوب گپ است نیست. خب مادر جان میشه تو یک کم معلومات بدی درباره از این چی هست و خاص بودن از این لباس ده چی است؟ خاص بودن داییست که این خامک دوزی است، همراه دست دختر شده، بسیار ظریف و بسیار مقبول. یادش بخیر. دیگه برای سرای جان یادش بخیر. برای سرای جان نیره میفرسته، روان میکنی نه؟ همه طور است. ای که ای پیرنک که است، پیرن دست دوزی است. ایره خود سرایا خودش دخته برای طفلش الیاس جان، حتما شما میشناسین. با الیاس جان بچه اولش بوده، ایره برش دخته. باز وقتی که از هندوستان، خب شما میفهمین دیگه که هیچ کدام ما در اینجا نامدیم که بر دائم باشیم، حتما یک موقتی هم اینجا هستیم. باز سرایا جان هم در مو یک 4 سال اینجا منتظر ما. 4 سال بعد کارش جور شد بخیر، رفت طرف اروپا، طرف شوهرش که رفت، چون مثلا فقط میتونست 23 کیلو ببره، به او خاطر زیاد وزن بردن نمیتونست. وقتی که ما یادم است وقتی که نو بایکاش جمع میکنیم وزنش زیاد شد دیگه، باز یک رقم حسرت خورده، گفته که صبریه جان خیره تو پیش خود بگی، ما بارم زیاد شده یعنی بردن نمیتونم، مگه واقعا به دلم عزیز است، میخوای میره که خود ببرم، به خاطر که واقعا هم دیگه خودش همراه دستاش بر بچهش جور کرده. همراه کلکای نازنین خودی دختر زحمت کشیده، بسیار ظریف، بسیار مقبول، بچه مشکل دیره دختر دیگه. حال به خیر برش روان میکنیم، خاطرات زنده شوه. دیگه باز من اینو پیش خود فکر کردم، گفتم که حال خو مثلا هندوستان یک خوبیش همی است که پست دولتی داره و پست دولتیش اگرچه یک کم دیر میرسه اما خوب است، یعنی یک سهولت خیلی خوب است به نظر ما. هم سیف است، امن است، یعنی دل جمع است که 100% میرسه، مالت گم نمیشه. باز ما گفتم چطور است که آل خانه سرای جان یک دخترک شده و شاید دوست داشته باشه که در جان دخترش هم بده، یا حتی می که هیچ استفاده هم نکنه، امی که از یک خاطره خوش داره ای پیشش بره، به نظرم شاید خوشحال شونه از اینکه چی پیش است. باز به خاطر گفتم مامی سهولت دارم، چرا می کار نکنم، مامی رو برش پست کنم، شاید برش یک احساس خوب بده وقتی که ایره واس کنه یا پس دوباره مثلا پیش بره. باز به خاطر گفتم که ایره امروز اما یک کار میکنم بخیر، ایره میگیرم بسته بندی میکنم، جور میکنم، میرم. یک کم زنه وقتم شده، ساعت من خونده است یک کم وقتم شده، 4:30 بجه پست آفیس بسته میشه، اینی رو باید ببرم در اونجا برسانم. باز گفتم خوب است که دمی جریان شما را همراه خود ببرم، شما ببینین مثلا که در هندوستان کسایی که در هندوستان زندگی میکنن بفهمن چه قسم مثلا پست میشه، از کجا شما میتونین پست کنین، چه قسم میشه، مراحلش چه قسم است. و در این حال دوستایی که در هندوستان نیستن اونا میتونن ببینن که میشه گاهی کارتان شوه همین پست، یا اگر شما چیز ضرورت داشتین از هندوستان با ما بگوین، ما براتون پست میکنم، روان میکنم. دیگه دنیای نمیست کار یک دی خود بیایم به یک دی خود احساس خوب عدیه بتونم. باز در پالی ازی که ما ای پیرم که مانا میبرم، یک دوست دیگه مست در کانادا است، او را ما زیاد دوست دارم زیاد. باز یک دو دانه جاکت گرفتیم برای از او، ای جاکت برش گرفتیم، ای را میبرم مردش یک جای پست میکنم دیگه. اینی ای دسمال هم که است، دسمال چی است، فلسطینی است، از او دسمالای کلان که مردم اندازه، امرای از او عربا که است، خب باز امرای از او پیرانای دراز میپوشن. باز ما ایره خواستم که ایره به شوهر سریا جان روان کنم، به لالا کریمی. اینی دو دانه را به سریا جان روان میکنم، اونو دو دانه را به دوست امریکایی.
پس ما یاره کم زره چی میکنم در پلاستیکا میمونم در صحیح منظم جورش میکنم یک کم ناوقتم شده خیلی شما رو مستقیم در پست آفیس میبینم اگر مادر جان میشه چون مادر هوا خیلی گرم است فکر نکنم مادرم پست آفیس بره همراه ما کم از دوزخ نیست عزیزای دلم دعا کنین دیگه که ما بخیر گرمی رو بخیر به خوبی سپری کنیم بسیار گرمی زیاد از به اندازه دیگه لایک و کامنت تان فراموش نکنین لایک و کامنت های مثبت تان فراموش نکنین همیشه دعاگوی شما هستم فعلا خداحافظ دیگه ما شما هستیم در ادامه میریم پست آفیس کار خلاص میکنیم هر صبحی که میبرایم اول میگم واو چقدر هوا خوب شسته باز از این کوچککای خورد ما که میبرایم از آشنا دمی سر چی که میرسم در مین رود اما تو یک گرمی در روی میزنم و دیگم نه گرم است بخاطر که چیسته نمیفهم چی داره اینمی منطقه آشرم دیگه مطور هسته اینمی داخلش سرد است بیرون که میبره دیگه گرمی است دیگه میفهمی ما یکم در جلام هستم باید زود برم بخاطر که 4 بجه فکر کنم 4 یا 4 نیم اونجا بسته میشه پست آفیس و فعلا از ما این 3 نیم بجه است دی گرمی زور زده بیا آخر یادم نه که امروز خو یک شنبه است آمدم که دروازه بسته اینجا این نفرک شته پرسان میکنم میگم که بیا ای چرا بسته است میگه بسته است بخاطر که امروز خو یک شنبه است ایش دیگه سرگردان شدم دی گرمی به خدا باز حداقل خوبتر است مثلا ساعتای 2 بجه 1 بجه خو هیچ برآمدن نمیشه از خانه دیگه هیچ دیگه یاد دادستم پس باید برم خانه باز صبح باید پس بیم بریم خب ما دیدم دیگه که پست آفیس بسته است به خاطر چون اینجا نزدیک سندر مارکت است گفتم بیام یک کم ذره خیلی سندر مارکت بگردیم یک چند دکان سیل کنیم و یگان چیز بخوریم گرمی هم است یگان چیز سرد بخوریم دیگه خلطه خدا گرفته اما تو بگردم اگرچه بیا که اما تو بگردیم چطور خوب نیست اگر خب شما دیگه نوش جان داد فقط میبینن آفرین ما که در گرمی زیر هفته و سوزان در گرمی فقط اما تو میگردیم خب چی میگفتم گفت من زیادم رفت یک چیز میگفتم میگفتم جالب گپ در این است در هندوستان مثلا من نمیفهم دیگه کشورها چه قسم است در این دکان مثلا در افغانستان بود تو بسیار راحت میتونستی در دکان ها بگردی سامانهایشان رو سیل کنی دلت میشد مثلا اگر خوشت میامد میخریدی نمیامد نمیخریدی اما در هندوستان قسم است که امی که در دکان داخل میشی اگر یک چیز نخری یک رقم طرفت سیل میکنن که خودت بیخی هم عذاب وجدان میکشی میگی من دیگه از اینجا باید برایم برم یا که یک چیز بخرم یا که حتمی باید از اینجا برم به خاطر که اما تو جالب طرفت سیل میکنن میگه که یعنی یا یک چیز بخری دیگه یا که وقتی یک چیز میری در یک دکان مثلا یک چیز را بای میکنی یا پرسان میکنی 6-7 چیزه برات میارن نشان میده بالا پایین تو مجبور میشی که امور یک چیزش بخری بیا زو یک دونه چپلی کار داشتم اما تو 1-2 دانه دکان بوت هست در اونجا میریم سعی میکنیم یک دفعه ما خب باز یک کم زن مصروف هستم در موبایل آفرین کامرامین بیچاره که خب خیر دیگه خیر است دیگه بریم در یگان دکان چی 1-2 دکان همیشه بود فروشی جور شده یکی خب میریم چپلیاش سعی میکنیم اصل گپ بین ما و شما باشه به خاطر میریم که ایسی بسیار یخ داره داخل دکان زیاد سرد است
من یک دانه چپلی کار دارم که در روزانه پوشیده شود. این دکانایی که از هندوستان هستیم بسیار بسیار جالب است. اینی چپلی را میخوایم سر کنیم. من چپلی میخوایم زیاد بلند نباشه. مقبول است نیست. ما یک چیز میخوایم که هم زیاد کوریش چی نباشه، هم زیاد کوریش بلند نباشه، هم پای ما زیاد لاغر است، از اینجاش میبرایم. هم یک رنگ باشه، هم روی هر چیز بخونه. این که زیاد بلند است. یک دفعه من چه اینی چپلی هم مقصد زیاد مد شده. در این وقتا اینی زیاد استفاده داره. اما بدی در این است نه که در هندوستان زیاد خاک است. آدم چپلی چیزا که میگیره با زیاد خاک است دیگه. خاله بره خاله. چطور است به نظر شما؟ مگم خوب است. اولین چپلی است که چی نکده. یعنی پای ما ازش پیش نبرامده. پای ما در چپلی زیاد پیش چپلی میپوشم چون پایم لاغر است، پایم پیش میبره. इसका नहीं चाहिए भैया, अच्छा डिजाइन चाहिए. اینمی مشکل است. به هر چپلی من مشکل است. بریم دیگه وقت ضایع نکنیم. بریم. روشن میشه یا نه بر من معلوم نمیشه. داخل بیرون دو دنیای کاملا متفاوت است. با خدا از که گرمی خیلی زیاد است. بیا بریم یک چیز گرم یک چیز یخ بخوریم. ما هر وقت که میایم از این چیز از اینجا میخریم به خاطر که مخصوصا در گرمی خو خیلی باز خوب است. اینجا یک رقم بیربار می باشه که به اندازه. نفرات دو نفر دیگه هم همراه ما هست فعلا، اما متاسفانه در پیش کامرا نیستن دیگه هر دویشان. یکیش خو مسئولیت کامرا را داره که در پشت کامرا است. بیچاره خیر ببینه زحمت کشته امروز همراه ما زیاد. یکیش هم که در پشت کامرا است که زیاد شلگی کردن بیا نامد دیگه. ما قرار است بس 3 نفر جوس بگیریم. جوس نه برفک ژاله. این سیستمش که است. اول از اینجا توکن میگیری، باز میای اینجا، باز اینجا میای برات آیس کریم میتن. ای از ما دیگهش که میآید تازه برای کامرامین ما میگیریم که یکم ذره قدر شوه. یکم داره بریم. گوش خب عزیزا، تشکر از اینکه تا آخر ویدیو همراه ما بودین. ما دیگه میریم یک جای میشینیم، ایرم تو یخ میخوریم، نوش جان میکنیم.
باز اگر خواستین در کامنت نوشته کنین که میخواین اگر لاجپت نگر من دفعه دیگه هم شما رو سنتر مارکت بیارم یک کم ذره سنتر مارکت هم نشان بدم. خب ما در کامنت نوشته کنین دیگه. ما امروز روز یک شنبه بود، پست آفیس بسته بود، مجبور هستم روز دوشنبه سه شنبه پس بیام به خاطر ازی که بتم. منتظر ویدیو باشین که روز که آمدم دوباره حتما براتون ویدیو میگیرم. ما برم مگه نه یوم میشه. خدافظ.